مردک بیزار کدی قطیان پدرت. من توف کردم در اون موفقیت، در اون کامیابی، در اون پیشروی، در اون خانه‌داری و موژینداری که تو خدمتکاری پدرتی؟ حتی کی مرا مای دست میتی. زنک بخشش زیاد. سلام علیکم خواهران، مادران و اپاهای عزیز. ما امروز خیلی خرسندیم که شرکت فابرلیک برای شما شرایط خوبی کاری فراهم آورده که شما میتونید در خانه هاتون نشسته توسط یک تلفن موبیلی در یک ماه از 3000 سومانی تا 8000 سومانی مبلغ پولی را به دست بیارین. برای به کار قبول شدن شما یگان کس پول نمیتین، یگان کس التماس هم نمیکنین. فقط رقم‌های زیر همین ویدیو بوده در پای مهرانگیز بانو که دایرکت شرکت فابرلیک در واتساپش مراجعت میکنین اینومی سامانه ما، یعنی که اینومی سامانه رجب علی ایبرانی اپای مهرانگیز بانو شما را کار نشان میده، به پول شما را رجیستراسیون میکنه، کار نشانتون میده. میتونین که هر ماه 3000 سومانی تا 8000 سومانی مبلغ پولی را یعنی که به دست بیارین. کدومی که میخواد اینا مراجعت کنین. دانشجو شما هم میتونین که کار کنین. بسیاریا میگن که ما نتونستیم کار کنیم، ما خیلی خلاصه دوستان عزیز، هر یک کس خودش وابستگی داره. همین کار کرده بیزنس پیش برده بتونید بدرو مراجعت که اپدا حتما کار نشانتون میده. ما یگان چیزا بیهوده شما را توصیه نمیتیم، چیزی که برای شما فایده آوره ما هم را توصیه میتیم. دوستو مراجعت کنین حتما اسمونه رجب علی ایبرانی. رجب علی ایبرانی. زنک جان اکو خوش خود پر دو لباسکو تا بپوش. من چند روزه میدونم که نیت داشتم که با سرگشتت برام نه که حسابی که کار بار زیاد بود. خیلی خدا را شکر که کار برای پدر ما بود کردم، کارهای خدمت بود کردم. اما که امروز نوبتی ترسید اگه یکی مطرح با سرگشت برم برای می لباسکو تا بپوش میگه. خوب علی جان. حزب جان خوب. کی باشه؟ بابا لبای و علیکم السلام. الحمدلله میشه گشتیم بدای شما پدر جان. شما خوبه اینجا؟ خوب نه یگان کار ندارم پدر جان. چیکار کنم؟ تمام حاضر میام. نمی 10 دقیقه بس میرسم پدر. انیق ندارم، یگان کار ندارم پدر جان. همین جای ده که گپی شما، سخنی شما، کاری شما پدر، کار برای ما یگان منو ندارم. قبول ماش هم مردک با کی جو؟ زنک بخشش زیاد. پدرم کار گفته اگه باید برام کاری پدرم بود کنم. مردک بیزار کدی قطیان پدرت. ما وقتی که یا بیرون آمدن من میشه یا که استراحت کردن من میشه یا که یگانجا مهمون رفتن من میشه پدر پیدا میشه. بچه میکاره که تو خدمتکاری پدرتی؟ چی با اکاو دادارت کارش نمیکنه؟ چی با اکاو دادارت نمیگه؟ زنک جان من شکرانه میکنم که پدرم برادرای مرا نمیگه و مرا میگه. برای که میگن دیل میکشه و پا میروه. من 1000 بار شکرانه میکنم که پدر مرا میگه. بعد دیر فراموش نکنه که من اگر تا آخر عمرم خدمت پدر مادر میکنم یک روزه خدمت پدر مادر را به جا آوردن نمیتونم. دوم این که من شکرانه میکنم که پدر مادر ما برادرام زنگ نمیزنه در یگان کارو مرا زنگ میزنه، چون که دیلشون میشه مرا میگن. میفهمی؟ مردک اگر هم خدمت پدر مادر تکده گشتن بگیری هیچ محل موفق نمیشه، هیچ محل پیش نمیره، هیچ محل صاحبی خانه و در نمیشه. اگر خدمت پدر مادر تکده بگردی همه بدگی چیزات ای دست میدی، حتی کی مرا ای دست میدی. من یک چیز میگم از خاطر نبرو. من توف کردم در اون موفقیت، در اون کامیابی، در اون پیشروی، در اون خانه‌داری و موژینداری که توجه من نسبت پدر مادرم، نسبت عائلم، نسبت فرزندان و دوستان کم میکنم. زنک میگن که پدر پیغمبر است، مادر فرشته، خلایق این دو را طوری نوشته. پدر شمس است و مادر ماه تابان، پدر انسان و مادر جان انسان. رجب علی ایبرانی.